پیغمبر علیه السلام در حدیث مبارک بر ما و شما گوشزد می دهد: مرو اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. ای امتان من، شما فرزنداتون امر به نماز کنید در حالی که اونها 7 ساله هستند. در سن 7 سالگی شما امر به نماز کنید. واضربوهم و هم ابناء 10. 10 ساله کشید وقتی گپ تر گوش نکرد، توجه که نکرد، او را رسول الله صلی الله علیه و آله میگه بزن تا اینکه توجه به نماز کنه. و فرقوهم بینهم فی المضاجع. رسول الله میگه در همون 10 سالگی جاگاهاشون از بر بچه و دختر از همدیگر چیکار کنه؟ جدا کنه تا اینکه فتنه بر بالاتون نیاد. میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما را فرزندان امر به نماز میکنه در 7 سالگی. در 10 سالگی که امر به نماز کردی گوش نکرد، او را چیکار کنه؟ ضرب بزد تا اینکه سر خم کنه، عبادت پروردگار را انجام بده.